یک خانم جوان در نیویورک از هواپیما در فرودگاه JFK پیاده میشه و یه تاکسی میگیره. سوار تاکسی میشه، تلویزیونی که پشت صندلی بود رو خاموش میکنه، آرایش میکنه، تاکسی راه میفته و این شروع میکنه به بیرون نگاه کردن. یه چند دقیقه که میگذره راننده برمیگرده بهش میگه که چه جالب که سرت تو گوشیت نیست و آنلاین نیستی و این خیلی چیزا رو راجع به تو نشون میده. خانم از فرودگاه داره میره به خونش در یکی از محله‌های منهتن. این شروع فیلم ددیو هست. من همکس هستم، امروز در مورد این فیلم با شما صحبت میکنم. کلمه ددیو برای خود من خیلی جالب بود که بدونم یعنی چی، چون که هیچ کدوم از کاراکترهای فیلم این اسم رو ندارن. وقتی جستجو کردم متوجه شدم ددیو اصطلاحاً به کسی میگن که بلد کار هست، یعنی کسی که میدونه راه و چاه رو و روش انجام دادن رو. مثلا راننده‌ای که بدون GPS آدرس رو بهش میدی، میدونه از کدوم کوچه پس کوچه‌ای بره و مسیر رو روش رو میشناسه، به این آدم میگن ددیو. این فیلم اولین تجربه کارگردانی خانم کریستی هال هست که خیلی موفق بوده و من واقعا کنجکاوم ببینم در آینده فیلم‌های بعدی که خواهد ساخت. البته این خانم در سینما تازه کار نیست، کارگردانیش اولین بارشه. قبلا فیلم معروف It Ends With Us یا داستان با ما ختم می شود محصول سال 2024 رو ایشون نوشتن داستان رو انجام دادن که فیلم موفقش هم ساخته شده. در این فیلم دو بازیگر، یکیش خانم داکوتا جانسون هست. خانم داکوتا جانسون رو به خاطر چند سری از فیلم‌های The 50 Shades of Grey یا 50 Shades of Grey میشناسیمش و همچنین به خاطر فیلم سوشال نتورک یا داستان پیدایش زاکربرگ و فیسبوک. هنرپیشه بعدی آقای شان پن هست. هنرپیشه 64 ساله آمریکایی که خیلی از فیلماش رو به طب هممون دیدیم. فیلم‌های معروفی مثل میستیک ریور یا رودخانه مرموز محصول سال 2003، فیلم معروف The Game که محصول سال 1997 هست که با آقای مایکل داگلاس با هم بازی کردن، فیلم میلک که بر اساس یک داستان واقعی نقش آقای میلک رو بازی میکنه محصول سال 2008 و فیلم معروف 21 گرم یا 21 گرم محصول سال 2003. من اینجا باید تاکید بکنم اگه دنبال دیدن یه فیلم اکشن و پرماجرا و تعقیب و گریز و اینجور چیزا هستید، نه این فیلم شما نیست. ولی برعکس انتظار همه من این رو باید بگم، اونم اینه که کل داستان درون یک فضای کوچکی مثل درون یک تاکسی اتفاق میفته که اصولاً انتظار خود منم این بود که یه فیلم خیلی حوصله سربر باشه، ولی اصلاً اینجوری نیست. یعنی ما هم میشیم یکی از مسافران این تاکسی، همراه میشیم با روایت این دو نفر و باهاشون ادامه میدیم داستان. برای همین خیلی فیلم خوش ساخته است. همچنان که ما این فیلم رو میبینیم لایه‌های پنهان شخصیتی تک تک این بازیگران رو ما هم باهاش میریم توش، ما هم کاوش میکنیم و یاد میگیریم ازشون. در مورد موضوعاتی مانند عشق، روابط انسانی، آسیب‌های روانی که داشتن یا احتمالاً ما هم داشتیم و تجربه‌هایی که از قبل داشتیم. چند تا نکته مهم هست که در مورد این فیلم خیلی چشمگیره که توصیه می‌کنم دیدیمش، ببینیدش. یکی بازی‌های خیلی قوی این دو نفر، مخصوصاً چون کل فیلم در درون یه تاکسی اتفاق میفته، ما بیشتر صورت بازیگران رو یعنی ناراحت شدن، خوشحال شدن، خنده، گریه و تمام این احساسات که بالا پایین هم زیاد داره بر اساس صحبت‌هایی که دارن میکنن، ما اینها رو در میمیک صورت بازیگران میبینیم. برای همین خیلی بازی قابل توجهی دارن هر دوشون. این فیلم دیالوگ محوره، این میگه اون میگه، ما هم تو ذهنمون شاید بگیم. فیلم برداری خیلی خوب داره، باز تاکید میکنم چون فضا بسته است،
فیلم برداری در این فضای محدود انجام شده، ولی بازی‌های خیلی قشنگی داشته. از جمله مثالایی که میتونم بزنم از عناصر ساده‌ای مثل آینه‌های ماشین، آینه‌ای که جلوی راننده هست و آینه‌های بغل، بارها خیلی خلاقانه استفاده شده. موسیقی متن فیلم خیلی دلنشین، یعنی در واقع حس و حال رو در اون لحظه بسته به روایت منتقل میکنه و ما رو درگیر میکنه. قبل از اینکه تریلر فیلم رو با هم ببینیم، اینو میخوام بگم که بعد از دیدن فیلم شما شاید راحت ترین موضوع به دلتون بنشینه که بعضی وقتها یک ملاقات ساده در مسیر فرودگاه تا خونه بین دو نفری که حتی همدیگر رو هرگز ندیدن و نمیشناسن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه ماندگار باشه و چقدر چیز آدم میتونه یاد بگیره در این مسیر کوتاه و از یک غریبه. من بیشتر ادامه نمیدم، تموم شد، تریلر رو با هم میبینیم. تا برنامه بعد. 44th between 9th and 10th. It's nice you're not on your phone. See a human, not plugged in. It says a lot about you. I like to think so. What's his name? I'd rather not say. You're afraid to say his name because the guy's married, or you're married, or someone's married. He's married. I know he's married. He'll drive a cab 20 years and not know people. Word of advice. Don't ever say the word love, all right? I just could not say it anymore. What's he supposed to do? Love you back? You got a good heart, I can see that, which is why I just gotta tell you, you're better off walking away. What about you? Well, it's time for me to ante up. Yeah. All right. Like, how'd you meet your wife? She threw up in my cab. She was like a summer day, you know? Not too complicated, just beer and bag of chips and we were set. Do you miss her? I do sometimes. Yeah. You gonna be all right? I don't know. At the end of the day, everything comes into focus. And then goes out again. But that's a story for another cab, right?